بیگناه چی میخواستی؟ آخر قصدت با من بود. حاضر تو را به نزد برادرت روان میکنم. بگید سلاحات را پرتا. سلاحات را پرتا. جای الپرین را انیق کردیم. اکنون ما به این حرامی احتیاج نداریم. چی؟ یعنی فهمیده میکشی او را؟ قاتل میشوی؟ دنیا را از یک پلید ناخلف تازه میکنم. خستی حلیمه را میگیرم. سلاحات را پرتا. عقلت را کار فرما. بکودا من دیوانه نشدم. نمیفهمی تو چونین چرا میکنی؟ او ایمان تو را میگیرد، وظیفت را میگیرد، دنیات را میگیرد، آخرتت را میگیرد. تو بای میدی، او باشد بی جزا میماند. بدکرداری های کردهش بی جزا میماند. مرا گوش کن یگید. التماس به خدا. شیطان به تو گرفتن انتقام را شیرین نشان میدهد. اگر پلنگ را زیر کنی دیگر به تو به قفا برگشتن اجازت نیست. به کدام قفا؟ به کجا؟ به خاطر چی برگردم؟ این نوکه از همه چیزم را از من را بود. اکنون مردن نوبتی او. سردارم، تا دیروز پسرم میگفتید، اکنون دشمنم شدید. سلاحات را پرتا نباشد. نباشد چی؟ بپرانید مرا. از آن که یک حیات در حبس میشوی، یک چند روز در بیمارخانه بودن را انتخاب میکنم. جان کم را گفتید سردارم، اما ببخشید این پلید اکنون میمورد. نتیجه چیزی شود شدن گیرد، اما این نوکه میمورد. مرا به این کار مجبور نکن یگید.